خواهران مسلمان ما، این یک لطف خدا هست که امروز الحمدلله فضا قسم مهیا شده و قسم آماده است که اگر یک خواهر بخواه علنی گناه بکنه برش نیست، جرأت هم نمیکنه. این نکات هست که زیاد باید توجه به این صورت بگیره. ولی همین موارد وقتی که عادی شد، این نظیم عادی شدن همین موارد باز رخنه پیدا میکند، گناه ارتباط ها به وجود میآید. حتی یک چیزی هم بگویم، من امروز شما ببینید خیلی ها واتساپ ساختن از مادران و خواهران که من یک واتساپ داشته باشم از بچه دختر خاله خود خبر بگیرم، خاله من واتساپ داره من از خالم یک خبر بگیرم، دختر عمه من از پیش خبر بگیرم. ولی این واتساپش تا دیروز به خاطر دختر عمه جور شده، بچه عمم به این واتساپ وصل شده، بچه خالم به این واتساپ وصل است. دختر کاکا بود بچه کاکا آمده. کی بود تو دخترم روی کی حرف زدی؟ هیچ مادر جان بچه خالیم بود، یک شما رو پرسان کرد خالیم چطورست؟ بچه کاکایم بود، پدرم پرسان کرد کاکایم خوب است. بچه عمیم بود، برادرش پرسان کرد که مامایش پرسان. این آهسته آهسته شوخی نیست، این یک حقیقت مسلم است که من به شما میگم. باور بکنید شیطان یک بارگی وارد نمیشه، یک بارگی ما را به سمت گناه نمیکشانه. آهسته آهسته بسیار خواهران محجبه بودند که موی سرشان پدرشان ندیده بود. بسیار خواهران محجبه بودند که هیچ کسی از اونهایی که نامحرم بود به مویشان نظر نکرده بود، به صورتشان نظر نکرده بود. آهسته آهسته امینا آمدن داخل واتساپ شدن، داخل فیسبوک شدن، داخل تیک تاک شدن، داخل اینستاگرام آمدن. اول نگاه میکردن، بعد خودشون تیک تاک ساختن. این خواهرایی که شما از افغانستان میبینید در تیک تاک هستن، به کل جهان میبینن، همه جهان میبینن چی کارهایی که نمیکنن. سرشون که برهنه است، قولشون برهنه، پاهایشون برهنه، خودشون افغانی، تا دیروز افغانی بودن ولی حالا فکر نمیکنی که افغانی هستن. اگه وقتی درباره صفحات مجازی صحبت بکنیم، تباه کرد مردم، برباد کرد مردم ای فیسبوک. باز بعضی ها چه میگن؟ ای خو خیرم داره، ای خو میتونی خوب استفاده بکنی، ولی گپ درست نیست. ولی کو همو کسی که از این خوب استفاده بکنه؟ فیصدی چند فیصد است که مردم از فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک و واتساپ و ایمو و اینها خوب استفاده بکنن؟ 5%. 95% دیگه به خاطر گناه است. از خیرش که شر از این خیلی بیشتر است. این ملت به چی وادی سرگردانی گرفتار شدن و همه کس میفهمن، اما سکوت کردن، مثل یک بلایی که عام شده باشه. یکم جای من صحبت که میکنم با جوانا هست، خواهرها هست، شاید خیلی ها در مجلس چی بگوین از میجه که رفته فلانی 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 رو از واتساپ خود پاک میکنیم، دیگه در واتساپ مون نباش، بیا اشتباه کردیم دیگه این خطا را نمی کنیم. از میجه که میبراین کمک شمال که میزنه از این گوش پس میبراین. باور بکنین ما عمل نداریم و الا در بین ما کی جاهل مانده؟ کی نمیفهمه که محرم کیست و نامحرم کیست؟ کی نمیفهمه که گناه است؟ کی نمیفهمه که ارتباطات مرا بدبخت میکنه، مرا بی ارزش میکنه، مرا بی قیمت میکنه؟ کی نمیفهمه؟ ولی این گناه گاهی وقت میایه کل وجود ما را میگیره. ما زیبایی ها را با زشت میبینیم، زشتی ها را زیبا میبینیم. این نفس سر ما حاکم میشه، نه عقل ما. هر چی که می نفس گفت اما را باز انجام میدیم. و الا خیلی ها هست
که در ما مجلس گفتن که ما توبه میکنیم. روز جمعه جماعت کلان است ماشاءالله، خیلی جوان جمع میشه، هزاران جوان خیلی گریه میکنن. شاید بین از اونا چه قدرها باشن که همون لحظه موبایل خود گرفته باشن، موسیقی را از موبایل خود پاک کرده باشن که دیگه موسیقی نمیشنیم. باز روز دوشنبه که سه شنبه شده با صفحه فیسبوک که باز کرده، باز این خواندنکای کوتاه جور میکنه که همون عاشقی دیگه، خواندنای عاشقی. باز یک وقت ببینه که کمی تازه میشه، همیگه که بگیرم موسیقیش کم است. همین کسایی که در بین شما فیسبوک دارن یا تیک تاک دارن یا موبایل کلان دارن که اینترنتشان فعال است، اما که در موبایلش موسیقی نداره، ما رو در من نشان بدید. الا ماشاءالله. بله شاید بعضی خوبه ها باشه، اما خوبه رو همیشه استثناء میکنم. ولی 95% خواهری که فیسبوک نگاه میکنه، خواهری که واتساپ داره، خواهری که صفحات مجازی سر میزنه، خواهری که اینترنتش فعال است، چی ها که نداره. من خود تنها موسیقی گفتم، چی ها که نداره. این تباه کرده این صفحات مجازی. ولی چی کنیم که گوش نیست؟ با 100 تا کسایی پیدا میشن که اعتراض میکنن، میگه ما در دنیای مدرن زندگی میکنیم، در دنیای پیشرفت زندگی میکنیم. خب این ملاها چرا که تنگ نظر هستن؟ و خدا قسم اینمی بهانه ها را آوردن پیش، شیطان برشان بلوتوس میکنه. این ملاها تنگ نظر هستن، نمیمونه که ما پیشرفت کنیم. این خوب پیشرفت نیست. تو بی حیاش و پیشرفت است، تو بی ارزش و پیشرفت است، تو دستمال دست همه کس شو پیشرفت است. هزاران خواهر برادر مسلمان پشت صفحات مجازی تباه و برباد شدن، پیشرفت است. بی حیا شدن، پیشرفت است. دخترای مسلمان رفتن کشورهای بیرون، در افغانستان بودن، حالا کل جانشان برهنه کردن، این پیشرفت است. اگر برهنگی پیشرفت باشه، حیوانات خیلی از پیش از ما پیشرفته تر بودن. این نکات خیلی در نظر بگیریم مادرای گرامی. همین هر جایی که میشینید شما هم یک دعوتگر شوین، هر جایی میشین توصیه بکنین کسایی که صفحات مجازی دارن خیلی کنترل بکنن، خیلی متوجه باشن. باور بکنین از این کانال خیلی دخترای خاله شما، دخترای عمه شما، دخترای کاکای شما بدبخت شدن، حتی بعضی خواهرایشون بدبخت شدن. بیچاره امو میگه دمشان در درونشون تا آرام ماندن و صدای خودم نمیکشن. پس شما میتونید هر کدومتون دعوتگر باشید و اصلاحگر باشید و یه برشان بگوین. اگر از آدرس یک خواهر مسلمانی که گوشی کلان داره به یک خواهر دیگهش بگویه که خواهرم متوجه ازی باش، این اتم است، متوجه ازی باش، واسکت انتحاری است، حیایت انفجار میده، شرمت انفجار میده، عزتت، آبرویت، این خیلی تاثیر میکنه. این که ما بگویم، شما اگر بگوین خیلی تاثیر میکنه.